حالا بیچاره مردونه با بستی بیچاره رو ساشو سر همین اینا زحمت میکشه کار میکنه اودری میکنه مونده حالا بیامده به روی همی علافه و خاراس هر وقت بیشتر دل خیلی باشه دلم نمیشون لالا خوبی دار خورم باز اینکه نیرولا گفت تگ لالا تو کجایی گفتم با باخچه ولی میره به لالا من کار خود لالا 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 وقتی نمیش کنی تو باچه راست من نرم کجایی بیا اون که لالا علف داره کنم کجا بیدی؟ لالا این گوشی شما چری با برق زده بیدیم حیات شما برفته خود خوب بیارین من چون صبح برق نداشت بگیرین لالا لالا نیرولا زنگ داده بید خسر بیری گله گفت اگه با لالا تو گفت اگه من بردشتم گفتم بله گفت اگه رمضان گفتم من و لالا نیرولا گفت اگه رمضان کجایی گفتم من سر زمین های داری میکنم گفت اگه برو به رمضان بگو برای کار دارم گفتم خوبه میرم و لالا خوب میکنم و لالا بخشی هم گفت خوبه میام به پیش اینا لالا نیرولا میای به شما کار دارم لالا چیه؟ نیرولا میای به شما کار داره لالا کدوم نیرولا؟ نیرولا خسر بیری گله همین جایی که به خسر بیری گله نمیری میگی او بدیدی؟ زنگ زد به گوشی به گوشی من؟ به شما کار دیشتن گفتم لالا با باخچی هم اودری میکنن گفتن خوبه پمه میام پیش شما آدرسی رو بدادم ولی میای کار داره لالا بشه خسته یه وقت برو کم علف داره نه من لالا لنگه مدد با می دیوانه صدا میکردی میگفتی بیا برو چند علف میگه آره دیونه لالا من بیامدم به سرا نبیدن مچون به کجا بیدن خدا میدونه لالا با برفته به کجا شنبرغوزی به ترخونه با بیایی با مردم بیان دسته شکایت بده از درم بیلک نمیشناسی هم گم بشه بفهمین که میره یک شنبرغوزی به ترخونه خود دیگه آخر ما چی کار میشه؟ چی میفهم لالا؟ چی میفهم لالا آخر ما چی کار؟ آخر همه مردم چی کار شو آخر اینا میبارم میرم برک کن ما و شما 4 روز دیگه آینده باشیم نباشیم آدم چی میفهمه؟ باید کنه از این گپا نیرولا نگو که چی مایم چی گپه نه لالا گفتم میام و برات تو کار دارم گفتم خوبه بیایی تو بخچه جایی دیگه معلوم ببینید چی بادیش کرده چی؟ بله بایم یک فرمونه شاید لالا آدمی خاطر خسرونی باشه چی که ما برای چند دفعه دیگه بیایی بگه ها بیاین دیگه شما ما بیتر باشه وعده که ما بیا بریم زنکای اینا رو هم ببریم بریم فاتح کنیم خلاص شو بره برات کار خوب با دوباره اثر نو میاد چی میگه گپا هم خلاص کلاک کنده میگم لالا خوب شده ایلا کمانی به خیر خوشی نمزدار میشه سر بکن به خوبی باشه کمی اصابی و جا بیایه به فکر خوب باشه ایتم میشه تا عاقبت دیلا گمیت سرنوشتی و معلوم نباشه کار کنم مالک خدا لالا دیدی بیاین بفرمایید میگه دکتر مو چایم حداقل میادی بعد خودش کنه بیاین بفرمایید بیاین چی میفهمیدو بیاین تو مرتکه زنگ هم بزنی به تو گوشی من گفتنیم کار دارم چای بجلو کن میاد همه رو والا کوم نگو برات دوره لالا عمالی ما تا برو موبیلم 1 سال میشه توی بعد دیگه اینجا خیلی بیای بشین چی میگه هم کارا ده باش بیای چی میگه هم که 6 تا بری تو میتونی بیا السلام علیکم السلام علیکم مونده باشیم مونده باشیم خیلی سلامت با شما زنگ زدم گفتم که لالا به سر زمینم گفتم خب خیره گوشی الله خونه بمونده به چی گفت اوه خدا قراری یار هستیم شکر من بام خونه بودم گفتم باشه که کنم اگه با خونه من بیام با خونه گفتم میام به سر زمینم دیگه گفتم خیلی نداره چی گفت لالا نورالله اشته شد که از ما خبر گرفتیم بیخی ما غافلگیر کردیم شما به خدا لالا رمضان چی بگم رومم نمیشه به شما علی گپم بزنم چرا که مجبور شدم برای شما بگم همین معامله خیشی ما و شما دیگه نمیشه دیگه برابر نمیاد همین خیشی که ما و شما کردیم معامله ما و شما نمیشه چرا نمیشه دیگه ما از این همسایه شما از این بغل سر و بغل سر از این پشت سر شما از این روبرو اینا ما پرسان کردیم برار شما به درد ما مردم نمیخوره چرا که ما جای ماییم که مثلا 4 روز خوار ما زندگی کنه 4 روز مثلا اگه خوش باشه 4 روز لقمه نونی وجود پیدا شه وقتی که ما از قومخی شو از همسایه و چهارطرف شما پرسان کردیم برار شما به درد ما مردم نمیخوره ما مردم روی حیثیت داریم برار شما الحمدلله که بعد شما میخوش شما نداره یا که میگه این جزئی کرد یا که میگه گوسفند جون یا که میگه سکل جون یا که میگه ایتر کرد یا که میگه
این به درد ما نمیخوره. این گپار کی گفته لالا نیرولا به شما؟ از بر ما مردم شما تیر باشین. گفتم باشه ما به شما خبر بدم که شما فکر دیگه جا باشین. اگه گپ شما به صد پیشکش چیزیه، این گپ شما سیوا خطیه، این که شما میگن برار تو دوزی کرده یا دوزی میکنه، او تا آدم نیه، یک بیعقلی، یک کم فکری اگه یک وقت بکرده حال اگه تا آدم این نیه. شما خود شما میفهمید که این مردم این دور زمانه بعضی ها 1 کلاغ 40 کلاغ خیال میکنن. اگر مرتکه یک دفعه یکی برفته باشه حتی هم یک لنگ کوشی هم دوزی کرده باشه او 10 جور کوش خیال میکنه که فلانی 10 جور کوش شده. حالا رمضان ازم نزدیکترین شما که من بیام آدم از او پرسان کردم گفتم گپ چیه؟ گفت برادر این آدم دزد کمربستیه. این تا دزد عدی هم نیه. یک رو سکل میجونه، یک رو گوسفند میجونه، تا حتی کوشا در ماچه تا بجونه. کی گفت من قسم داده که من نمیشه که مرتکه افشار کنم. من مقدار به شما گفتم زدم اینا همی آدما با ما دوست دشمن خوره، هر کی داره زدم اینا با ما دوست دشمن باشن. شما میگه اپینا رو قبول میکنه. پرسه کو میگه اگر می جای خیشی کنی اول 4 تا همسایه پرسان کو سکو که می مردم اشتا مردم ما که پرسان کردیم خوبی شما رو نگفتم. البته شما چیزی نگفتم، از این برای شما چیزی نگفتم، فقط از این دوماد گفتم. ما و شما خیشی ما و شما جور در نمیای. بریم خدا حافظ. گفتم این به شما بگم که به درد نمیخوره. شما اگر ما این برار خوب دیگه جزان بریم. اگر جامو دگی شما مثلا کسمس پیشکش اضافتر میده، خوامور به ما بگین طرف به ما 2 لک 1 لک اضافتر میده. حالا رمضان ما و شما مثلا چند روز سلام علیک داریم خودم نه به خدایی که ما و شما پیدا کردیم. مسئله پیشکش نیه، مسئله امینه که فقط برار شما کسی طالب پیش ما خوب تعریف نکرد به غیر از بعد به درد ما تو آدما نمیخوره. شما میفهمید برار شما. خدا حافظ. یه سر زنی بشی جلو سر می طرف میسی نکنه. چی برو به نانه بگو انانه بچه خور به پهلو خوب باشم. انانه بزو عقل کمال از زن کردن کرده بزو عقل کمال یاد ده که برو شرف من به تعده ببرد خبر به خسرونا رسید. بگو مرتکه مرغ مرده خوردیه به گیلک نمیده بخی. برو به سرا برو او تارتوق بگو بیا یک چند علفه برو بخی. همی گفت بگو به نانه که ما استم وقت برن سباشه و قوم خیش همه خبر کنن خبره. برو خبر خوش برسون. برو بگو گوی شما گسالیزه. خب لالا مکو به مادر خوب گفتم نه این برار از زن دادن نیه. نه این کسی نیه که زندی انه ابرو شرف ما ببرده. این مرتکه از یو دی بی آمده سراخ کرده پرسان کرده حقی هم هسته. امروز روز مرتکه خیشی میکنه معامله گو گوسفند نیه که صبح جای منشه بس کنه. آخی این معامله سودای عمره میگه سوزن و کادون. تو سکو که این برار ابرو شرف تعمیده به ما نگاه نده. باور نانم زید میکنه که زنده. وای چی بگی چه کار بکنی؟ میگم یک چیز دیگه همین نیرولا که برار می دختره آخی دختر که از خود پیر مادر داره زد می گفت نشد که می زد یک جامعه دیگه خوش بود که می خور بده اپیش خود خوبی آمده اینجا با من میگه برار شما دوزی کرده یادگی کرده باش که ما برم حداقل می پیر از این ببینم تا دل پیر از این پرسان کنم سعی کنم و می گفت بچه خور میگی او هم یا نه پیر یاگانی بچه ماه به سرمایه تا فیلم بازی کنه باش که ما برم پیر از این پرسان کنم بلرم برم به سرا یعنی ببینم پرسان کنم از جو حداقل هم دل جمعی خوب داشته باشم. پیمانه بده که خمار هستم پیمانه بده که خمار هستم من عاشق چشم مستیار هستم من عاشق چشم مستیار هستم بده که خمار هستم چی بگم؟ بگو بیا خودی ما بریم همین بسرونی وقتی سباشه ها دیگه وقتی نه کنم خودمون وقتی چشمان خود بناسومی
گردانی ما را ز سر بریدم انسانی ما گرز سر بریدم ترسیده در مجلس عاشقان نمی رسیده وقتی برو بیاد خواستون بگو که بچه ها سرزمین وقتی نگه پیمان بده پیمان بده پیمان بده ما رسم من عاشق کشف مستی تو این جواب بشی به تو خواهر ما نکر بیار نه میفهمی چه کار شده چه کار شده نانه؟ به شما بگو برو به جمع کرده با نه کاش که جمع نکن ننه خوب چه کاره؟ به سرزمین میدون خودی برار خوب نیرالله خشیر بینی عزیز تارتو یا مده پیش ما لالا دختر خوار خود به هیچ عنوان برای گیلت برار شما نمیدی چنی نمیگی برار شما دوزده برار شما دوزده؟ نه من کن موندن همیده بود برار من میکردم از اون گستر برو بگو دیگه دیگه نیرالله بیا ما گفتر ما خواه خور نمیدی مشتقی گفتر گیلت دوستی ها مردم میگم سایا میگم تو بیکار بزی برای گیری بیکار بزی برای گیری یکم خوندم میکنی بابا من تو یک دفعه گوسفند جندم یک دفعه هم کمرتگه مردم میبینیم نانه اما تو 10 دفعه بگفتم رانیمان بیاد کردی به بیشتر مردم کی دیگه برای من خاله تو دختر میدی گیلا تو یک گوسفند جوندی سکر خودی رفیقا خو نجوندی از این سرا بدر کردی به این سرا دگر بفروختی امروز در نفهمیدی که یه همسایتون سکر خورن نمرسن میبینه آخه تو برار مایی عروسی آور تو نیه تو داره کم شم برگوزه به تبی منطقه نریختی مرغ نجوندی تو بلا که دمی تو سیا که نمیدن مال خطور دیویده چه خر میدادن که دیلت مرغ جنده ای دیلت نکو برار ما تو هم یک نمونه که نداری ببیدی نمی مردم پا خود خود به انسیری هم بپی کنی چی ما بگو محکولو کار تو دیلت اما میگه به تن خونه بشی دیگه مگر خود تو بدرشی دیگه بکن اصلا با اینجا بخصوصی به تو نه که با فهمه یه میتونه نمیده با خدا مرغ برده خونه میگه دختر خدا خواه خود میگه نمیگه نمیگه ولی سوش که نری بری برو حاجه میکنم چاپا تو ردن یا نت که تبستموناتون میده نکنم نمیستم مردم که دیگه خدا میگه مردم خوبه نیستن خوبه خدا نمیگه میگه زن خوبه میگه با احترام تو سیکو شتی نوزباد من بسر شنگ و پا خورا میرم وقتی برو سرزمین رو کرد تو هیچی نه کل گناه بزنی سر شما رو که گوته به تطالا رو بید دختری که دختریه ای که چیشا داره ای که بچه چیه آخی نه بگو خودی می بچه ها نشی و نخیرانی به هنی گفتنی دوزی آنی که بنا که دیگه دوزی نکنم وقتی برو سرزمین رو پیش برام کار کمک بله یا رسید تو باشه که تو بکاری تو برو پیش برام کمک خیلی امی خمیره رو خودی بگوری تو دامونو سر وقت با زندگی لنگورا رو معلی که مجرد بشی تا سر کنی شدن دونات رو سفید شد خواه خدا من دونه بچه خدا کاری دختر خود تو نمیده دل یا پشت بکو پشت تو بکو خواه کارون نده باشه خدا من دونه رمضان برار تو چقدر پیش از این رو خجل شده باشه چقدر کم آمده باشه خوبی همین کار دست بگو تو گفتم نکن دیگه دوزی نکنم بیا خمیره رو داده کنی بخی بیا بای ولی به اون سر که گفتم کنم با چهار دیگه نون ما بگی نگرم بگی مامان امروز یک دقیقه بسته که ماما جان یک دقیقه بسته که نریم خیریت سلام علیکم میشتن ماما تیاریم بخیر سلامت تیار هستیم بخیری پای ماما فعلا قراری خوبه میگم ماما بله این بچه شما نورالله پیشتر بیامد به تباخچه ما بله گفت که همین خیشی ما و شما ناخیشی انا ما خود شما خیشی نمیکنن گفتم چرا میگم چون چکار و فلان و برار شما به درد ما نمیخوره می چی گپ ماما چکاره راست میگه بابا جو ما دوماد ما که ابرو داشته باشه مثل ما این 10 دفعه دوزی کرده 10 دفعه
کارهای گنده کرده ما او به درد ما نمیخوره. آدم خوبی نیه. ما آبرو داریم به طرز محل، آبرو داریم به طرز دی. و مثلا میگه دختر خود به کی دادی؟ به همون تو دوزی مرغی گم که ازم میدی همه خان من میگیرن که دوما فلونی دوزه. انسان جایز الخطای، هر کس به زندگی خود اشتباهی بکرده بفهمیدیم. برار ما اگه یک دفعه دوزی بکرده با بچه بوده کم فکتر بوده، اصلا این مردم دی ما بفهمیدیم. خدا نکنه که کلمه گپی بشنوم، یک کلمه 100 کلمه تیار میکنه. خدا میدونه که شما برفتیم از اینا معلومات گرفتیم چی به درباره ما به شما بگفتم. آدم حالی یک دوست داره 100 تا دشمن داره. آدم بعد به حرف مردم گوش نکشه. که بابا جان از این بیشتر خودم پیچتو ندیم که این معامله ما و شما نمیشه. تو شما از او دیم ما از او دیم اصلا نشناخته من دگر تو برو خواهد در جا دل تو ما زنده از ما و تو نمیشه. ماما جان بحث ایدی اویدی نیه، همه ما و شما دیواریم. این گپا نیه. آدم که با خیش شد باز فرق میکنه. باز ماما جو اگه کسی به شما پیشکش بیشتر میده خب بگین که ما پیشکش بیشتر میده به ما که ما هم به زنده خوب بفهمیم. بونیله به ما نکنه. سایکو کاکا مسئله پول نیه، مسئله انسانیته. مسئله انسانیته. من اشتا دختر خود همون تو دوزی بودون نمیدونم. شما هم بریم به زن برای تو زن پیدا میشه به دختر منشور پیدا میشه رد ماری هلده گفتی بود خلاص شد دیگه. یک های یک نی حال میگیم نی دیگه. ای خوب ماما خیر باشه. بریم کاکا بریم خدا به جلوی شما خیری بیاره. بریم.